پیغمبر خدا گفتن بهترین زن همان زنی هست که وقتی شوهر اگر به چهره وی نظر کند، چهره وی چنان یک چهره کشاده باشد، یک چهره خندانروی باشد که شوهر از دیدن او خوشنود شود. یعنی در چهره زن وقتی که شوهر نظر میکند خود عبادت است. وقتی شوهر به جانب چهره زن نگاه میکند، زن در این نگاه شوهر الله که ثواب میگیرد، با شرطی که اگر چهره زن خندانرو باشد، با یک دهان خنده شوهر اگر پیشواز گیرد. لیکن وقتی که شوهر می آید و این زن با یک قوقها و با یک روی ترش اگر شوهر قبول سازد و در لعنت خدا گرفتار می شود.